سلام علیکم بینندگان عزیز. چنانکه که ما و شما می‌دونیم در هفته گذشته هم در تاجیکستان و هم در دیگر کشورها حادثه‌ها و اتفاقات زیادی رخ داد که اینها حتما در حیات سیاسی تاجیکستان و مردم کشور عزیز ما تاثیر خواهد رساند. از جمله دو حادثه که بیرون از مرزهای تاجیکستان هزارها کیلومتر از تاجیکستان رخ داد، یکی یعنی تغییر رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا و همچنین بازگشت مخالف رئیس جمهور پوتین الکسی ناوالنی به کشور خودش بعد از توبت یعنی دراز مدتی که در کشور آلمان گرفت. خب این دو مسئله بودن که در حیات سیاسی تاجیکستان تاثیر داشتن و دارند. حتما هرچند این تاثیر مستقیم نباشد و تاثیر غیر مستقیم و جدی خواهد بود که البته این حادثه ها در بعضی رسانه‌های تاجیکی به طور مفصل، بعضی ها به طور خیلی کوتاه و اصلا بعضی رسانه‌های تاجیک در این باره هیچ چیز ننوشته بودند. اما چیزی که ما شما می‌دونیم تقریبا تلاش همه کشورها این است که وقتی که یک قانون رو تغییر میدهند یا که حکومت عوض می شود، هدفشون این است که زندگی مردم بهتر شود و همه این تغییرات در فکر برای بهتر کردن یعنی شرایط و زندگی مردم است. اما در تاجیکستان هم هفته گذشته یک تغییرات رخ داد. آیا هدف از این تغییرات چی بود؟ آیا هدف بهتر کردن زندگی مردم بود یا اینکه منفعت‌های یک گروه خاص؟ و این تغییرات چیزی که ما شما میدونیم قبول لایحه قانون درباره داده‌های حربی و خدمت حربی بود. خب یعنی در اینجا من یک چند سامانه را که در این باره نوشتن خدمت شما عرض خواهم کرد. از جمله روز 18 ینور سامانه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در یک خبر تحت عنوان ترتیب نوی خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری پیشبینی می‌گردد خبر داد که این مسئله در جلسه شورای مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روز 19 ینور هم سامانه رادیو آزادی در یک مطلب تحت عنوان پول به جای سربازی در تاجیکستان طرفدار داشته است، ولی حامیان حقوق نگرانند ضمن اینکه از بررسی این مسئله در شورای مجلس نمایندگان خبر داد. از طرف دیگر یعنی نگرانی حامیان حقوق و کارشناسان را هم در این مطلب جای داد. اما روز 20 ینور علاقه همه تقریبا سامانه ها و همچنین سامانه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند که علاقه سامانه یعنی لایحه مذکور از طرف پارلمان تاجیکستان قبول شده است و به حکم قانون می‌دارد. از طرف دیگر آزیا پلوس هم نوشت که این یعنی تغییر لایحه تغییر الهه‌ها با قانون عهدهداری‌های حربی و خدمت حربی از طرف پرزیدنت پیشنهاد شده است. خب اما چی تغییر کرد؟ بیاید ما ببینیم که چی تغییر کرد با تغییر این قانون و چرا حامیان حقوق و همچنین اکثر مردم کشور از این تغییرات یعنی نگران هستند. چنانه که سامانه رادیو آزادی در یک مطلب تحت عنوان قانون خدمت حربی را تاجیکستان اصلاح کرد، در تاجیکستان اصلاح کردن چی عوض شد، این مسئله را بررسی گرفت و که این گونه است. این تغییرات چند تا است که من در اینجا به طور خلاصه برای شما خواهم خواند. یکم، هر سال 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، باقی مانده ها می توانند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماهه صاحب بلیط حربی شوند. و دوم، جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسر احتیاطی خواهند شد که این قبلا 40 روز بود. و سوم، تنها شخصان به نهادهای دادگاهی، دادستانی، مبارزه با کورپسیا، گمرک و خدمات اجرا به کار قبول کرده میشن که خدمت حربی کردن. یعنی قبلا کسانی که در دادگاه و دادستانی اجرا یعنی کار میکردن که اکثرا یعنی اگر بگیم 90 تا 90% بالا که اینها همشون از خانواده منصبداران هستند، اینها یعنی خدمت حربی یعنی نمیکردن. خب این سه تغییر مهم بود که در لایحه نوی قانون خدمت در ارتش صورت گرفت. خب طبیعی است که کسانی که این رو تغییر دادن از جمله از هم حکومت و هم کسانی که در پارلمان مجبور این رو به تصویب رسوندن، اینها از این تغییرات حمایت خواهند کرد و چنانه که آن را بهتر کردن صفت خدمت حربی نامیدند، زیرا این از طرف پرزیدنت پیشنهاد شده است. یعنی برای آنها خیلی مهم است که آنها نه حق دارند و نه جرأتش را که آن را رد کنند. خب اما نظر کارشناسان و مردم و مخالفان حکومت در این باره چیست؟ آیا آنها با سخنان این مقامات باور دارند که این برای بهتر کردن صفت خدمت است؟ خب این مسئله هم تا اندازه در یعنی
رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت، از جمله آزادی در یک مطلبی که در بالا ذکرش رو کردیم. نظر چند نفر از کارشناسان و حامیان حقوق رو آورده است که آنها به این تغییرات چندان نظر مثبت ندارند. از جمله دلبر صمد و حامی حقوق میگوید که من دقیقاً میخوانم: با این شیوه تنها جوانان از عائله‌های کم‌بضاعت به خدمت جلب خواهند شد که یک نوع تبعیض است. همچنین مصاحب دیگری یعنی این مطلب آزادی، شهرت قدرت حقوقشناس چنین میگوید: چنین تغییرات نمیتواند حالتهای دعوت اجباری جوانان را به ارتش و یا به اصطلاح سربازشکار کم کنند. نه فقط ابله و در تاجیکستان نیست نمیشود، بلکه فساد در ساحه دعوت به خدمت حربی زیاد خواهد شد. اما سامانه یعنی پیام نت، یکی از سامانه های مخالفین حکومت تاجیکستان، در یک مطلب نسبتا کلانتری در این باره با نام بلیت حربی پولاکی: چرا حکومت بعد 8 سال پیشنهاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قبول کرد؟ از جمله چنین می‌نویسد: مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان طرح قانون درباره خدمت حربی و عهده‌داری‌های حربی را تصویب کرد که عملاً قبول پیشنهاد حزب نهضت اسلامی وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2012 است. اما این دفعه پیشنهاد از جانب وزیر دفاع صورت گرفت و با یک آواز قبول شد. خب در اینجا یعنی پیام ادامه می‌دهد و علاوه می‌کند که این تغییراتی که فعلا از طرف رئیس جمهور و یعنی حکومت پیشنهاد شد با پیشنهادی که 8 سال پیش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی کرده بود فرق می‌کند. خب در اینجا پیام می‌نویسد: به نظر می‌رسد هدف اصلی از تصویب این قانون رسمی کردن گرفتن مبلغ برای بلیت حربی است تا این زمان ده ها هزار جوان برای آزاد شدن از خدمت حربی رشوه پرداخت می‌کردند. حالا دولت تصمیم گرفته است که رشوه ها رسمیشان و به خزینه دولت وارد گردند. اما چرا آن وقت حکومت این لایحه را قبول نکرد و حالا با دستور رئیس جمهور و با یک آواز یعنی قبول شد؟ پیام به نقل از کارشناسی که اون کارشناس نخواسته از نامش را ذکر کند چنین می‌آورد که من دقیقاً می‌خوانم: حالا بودجه به مشکلی سخت دچار شده است. باید با هر راهی درآمد علاوه‌ای پیدا کرده شود، یعنی هدف پر کردن بودجه از حساب جوانان به سن خدمت رسیده. خب همچنین در این مطلب پیام به یک چند مشکل دیگری هم اشاره می‌کند که من به طور خلاصه اینجا یادآوری می‌کنم: تنها جوانانی از عائله‌های کم‌بضاعت جلب می‌شوند. دوم، برخلاف پیشنهاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ حرفی درباره پرداخت ماهانه به اسکران وجود ندارد که البته من اینجا باید یادآوری کنم که پیشنهادی که سال 2012 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عاید این مسئله کرده بود این بود که وقتی که کسانی که نمیخوان در ارتش خدمت کنند یعنی پول بدهند و یعنی از خدمت آزاد شوند، اون پولی که از حساب اینها به دست میاد باید به کسانی داده شود که همچون معاش یا دستمزد به کسانی داده شود که در ارتش خدمت میکنند و آنها از این طریق زندگی خود را پیش برند که در این لایحه تغییر و الهه ها این چیز وجود ندارد. خب سه مشکلی که پیام در اینجا الهه میکند: خواهشمندان تحصیل در دانشگاه ها کم میشوند، چون قبلا اکثر مثلا جوان ها به همین یعنی که از خلاصه خدمت فرار کنند یا که خلاص شوند در دانشگاه تحصیل میکردند. خب کارمندان کمیسریت حربی به جای ابلاغ پیشینه روی خط پول بلیت حربی پرداخت نکرده ها را گرفته ابلاغ را در خانه های آنها انجام میدهند. خب این چند مشکلی بود که پیام در وابسته به این تغییرات یعنی علاوه کرده است در این مقاله. خیلی که ما درباره‌اش اشاره کردیم وقتی که یک قانون تغییرات در یک کشور صورت میگیرد این به خاطر بهتر کردن مردم است. با این نگرانی که هم مخالفین و هم کارشناسان یعنی این ساحه کردن و هم حامیان حقوق واقعا یعنی گفتن مشکل است که این تغییرات علاوه کشیده است به منفعت مردم باشد و چنانه که یک مسئله تاجیکی هم میگوید از برف خلاص شدیم و در باران زدیم. خب یکی از مسائل دیگری که در رسانه‌های تاجیک در هفته گذشته تاجیک زبان مورد بررسی قرار گرفته بود این مسئله عضوی سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک مستفید یعنی بیش از 80 ساله است که از طرف دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت یعنی کشورمان به 7 سال زندان محکوم شد که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر هم و دفاع از این مستفید یعنی زندانی برخواستند. یکی از موضوعهای مهم هفته در رسانه‌های تاجیک زبان همین بود.
از جمله شبکه خبری و تحلیل از دو تیوی روز 21 ینور در یک مطلب تحت عنوان سازمان هیومن رایتس واچ از تاجیکستان آزادی دانیار نبیف را طلب کرد خبر داد که سازمان یعنی دیدبان حقوق بشر از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که فوراً دانیار نبیف را آزاد کند. همچنین از دو تیوی از قول این سازمان چنین است که من دقیقاً میخوانم: دانیار نبیف را برای خیرخواهی از آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج کمک کنند. خب همچنین آزادی در یک مطلب دیگرش تحت عنوان HRW از تاجیکستان خواست نبیف 80 ساله را آزاد کند. صحبت ویدیویی یک نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر سینت سلطان علی را گذاشته است که من دقیقاً در اینجا میخوانم. این خانم میگوید حکم دانا نبیف برابر به حکم قتل است. دانیار نبیف فهرستی درازی قربانی‌های سرکوب‌های سیاسی در تاجیکستان درازتر کرد که بعد بحران حقوق انسان در 7 سال پیش در کشور به وجود آمد. پرونده او شهادت آن است که هیچ چیز پیش روی حکومت تاجیکستان و مقامات تاجیکستان را هنگام تعقیب مخالفان سیاسیش نمیگیرد. حکم 7 سال زندان برای یک مرد 80 ساله برابر به حکم قتل است. زیرا تمام دلیل‌ها برای این نگرانی وجود دارد که او از زندان زنده بیرون نمی‌آید و دلیل‌ها وضع صحتی او و گزارش‌ها درباره خروج کاوی در زندان‌های تاجیکستان است. البته ما خیلی که یعنی از همین رسانه‌ها خوانده بودیم حکومت تاجیکستان وقتی که ویروسی یعنی نو پیدا شد در کشور اون را دیر اعتراف کرد و از طرف دیگر این ویروس به یعنی زندان‌ها هم سیرایت کرد و چندین زندانی در آنجا یعنی گرفتار شدند. شما حالا تصور کنید که این ویروس در زندان هم وجود دارد. متاسفانه نگرانی از طرف حامیان حقوق است و این بابای دانه که خیلی که خیش دربارش هم گفتن یک مستفید مثلا کسلمند است، کسلی یعنی سیل دارد. با وجود این ویروسی که در داخل زندان هست چگونه او در اونجا یعنی روزش رو سپاری خواهد کرد این واقعا جای نگرانی است. علاوه بر دیدبان حقوق بشر سه سازمان دیگر هم که در اروپا هستند از حیثیت مهاجران آسیای مرکزی، مرکزی تاجیکستان عاید حقوق بشر و فاند بزرگمهر یوروپ و دیگر شخصیت‌های مشهوری یعنی مدافع حقوق بشر روز 22 ینور در یک بیانیه مشترک نگرانی خود را از بازداشت بابای دانه ابراز کردند و آنها این بازداشت را انگیزه سیاسی نامیدند و همچنین از حکومت تاجیکستان طلب کردند که به یگان قید و شرط بابای دانه را آزاد کنند. از جمله پیام نت در یک مطلب تحت عنوان ادوارد لیمون حبس دانیار نبیف عملی وحشیانه است و همچنین سامانه آزادی در خبر تحت نامی دعوت سه سازمان و حامیان حقوق از تاجیکستان به آزادی فوری دانیار نبیف هم مطلب نشر کردند و خبر دادند. در مطلب پیام که نگرانی چند تن از رهبران سازمان‌های مذکور هم آمده است از جمله ادوارد لیمون پروفسور دانشگاه بوش و دانشگاه تگزاس و رئیس انجمن آکسوس در امور آسیای مرکزی چنین میگوید که من دقیقاً میخوانم: گذاشتن نبیف در پشت پنجره‌های زندانی با وجود سین بالایش و زمان وبا یک عمل وحشیانه و انتقام جویانه در برابر نیکی‌ها میباشد که او به احتمال زیاد نجات نمی‌یابد. خوب او در ادامه علاوه میکند که و از حکومت تاجیکستان طلب میکند که حداقل به خاطر یعنی به دلایل انسانی بابای دانه را آزاد کند. آیا حکومت تاجیکستان به این نگرانی سازمان‌ها و شخصیت‌های علاهیده یعنی مدافع حقوق انسان پاسخ می‌دهد و آیا این پاسخ چگونه خواهد بود؟ خاموشی و تکراری یعنی اتهامات علیه بابای دانه و یا آزادی او که فعلا البته معلوم نیست. خوب موضوع دیگری که در تاجیکستان در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی و یعنی خبر یعنی قرار گرفت و رسانه‌ها در این باره بسیار نوشتند این بازگشت نوالنی و سر و صدایی که در روسیه و میتینگ‌هایی که برای آزادی او شد بود. خوب به نظر من نوالنی دیگر جای معرفی ندارد چون که اکثر تاجیک‌ها دیگر او را سالها قبل میشناسند. خب وقتی که او در روسیه خوب یعنی زهرآلود شده بود و برای توبت او به گرمانیا به کشور آلمان منتقل شد و بعد برگشتنش به یعنی وطن خودش 30 روز از طرف مقامات روسیه حبس شد. خب هفته گذشته ما خیلی که میدونیم مردم به خیابان‌ها و کوچه‌های روسیه برای با طلب آزادی او و شعارها علیه حکومت روسیه ریختند و یعنی این در همه رسانه‌ها بخصوص رسانه‌های ترکی سر و صدای زیاد ایجاد کرده بود.
خب من در اینجا چند رسانه تاجیکی رو یعنی گفتم و جستجو کردم که چی نوشته باشند، از جمله بعضی رسانه هایی که یعنی حکومتی و رو به حکومت هستند. مثلا اگر شما در بخش جستجوگر خبرگزاری خبرنامه نوالنی رو بزنید برای جستجو، اگر شوخی هم بگویم اون جستجوگر میگوید بیهوده نکن، در اینجا چیزی درباره نوالنی نیست. اما در سامانه رو به مقامات حساسیت تنها یک مطلبی که من پیدا کردم مربوط به سال 2018 است که با این یعنی تیتر رقیب پرزیدنت ضد انتخابات است. خب اما سامانه رادیو آزادی درباره همین خاموشی یعنی رسانه‌های دولتی تاجیکستان در یک مقاله‌اش تحت عنوان در تاجیکستان درباره بازداشت و حبس نوالنی چی میگویند چنین نوشت: مقامات و رسانه‌های دولتی تاجیکستان در رابطه با قضیه مخالف حکومت روسیه خاموشی را اختیار کردند. هرچند کارشناسان گفتند دستگیر شدن مخالف به مانند نوالنی میتواند برای کشورهای چون تاجیکستان سبقی بد باشد. خب اما از مجموع مطالبی که در رسانه‌های تاجیکی نوشتن با چنین خلاصه رسیدن ممکن است که تاثیر مسئله نوالنی از چند جهت برای تاجیکستان مهم است. یکم اینکه نفوذ سنتی روسیه در تاجیکستان خوب به این معنی که هر حادثه‌ای که در روسیه خوب صورت بگیرد از اونجا که روسیه یک نفوذ سنتی و قدیمی دارد و تاجیک‌ها اکثر مسائل روسیه را نسبت به دیگر کشورها پیگیری میکنند و توجه دارند، این حادثه‌ای که در روسیه مثل حادثه نوالنی اتفاق افتاد حتما به تاجیکستان تاثیر خواهد رساند. همین مسئله را آزادی در یک مطلب که در بالا ذکرش کردیم از قبل کارشناسان تایید میکند که من دقیقاً میخونم: با وجود گوناگون بودن نظر کارشناسان تاجیک و بازداشت الکسی نوالنی، پیشوای مخالفان در روسیه بیشتر آنها باور دارند قضیه میتواند نمونه بد برای بعضی از کشورها یعنی پساشوروی از جمله تاجیکستان باشد. البته اینکه نمونه بد و یا خوب خواهد شد این را وقت نشان خواهد داد، چون که پیشگویی کردن حادثه ها و قضیه ها برای کشورهای پساشوروی این یک مسئله است خیلی مشکل. خب دوم مسئله خب وجود میلیون ها تاجیک و زاده تاجیکستان در روسیه بخصوص مهاجران کاری است که آنها به واسطه حادثه های روسیه را میبینند، لمس میکنند و با اون حادثه ها یعنی زندگی دارند. خب همچنین باید یادآور شد که یک رسانه ها خبر دادند که یک زاده تاجیکستان به نام سمردین رجبوف هم از جمله طرفداران نوالنی هست و هم بازداشت است. خوب از طرف دیگر محور فعالیت‌های نوالنی این فساد حاکم در حکومت روسیه بخصوص ولادیمیر پوتین یعنی رئیس جمهور و اطرافیان او است که این مسئله هست که سالها در تاجیکستان وجود دارد. مردم تاجیکستان با این زندگی میکنند. الکی این به اگر خطا نکنم دیگر به یک فرهنگ و عادت در تاجیکستان تبدیل شده است که هر جایی که شما بروید از مکتب و یعنی دکتر و تا حکومت و مقامات بالا که وزارت ها خریده میشن، مقامات خریده میشن، یک در یک فساد بزرگ حکومت و غوطیده است و این مشکل بدبختی که بر سر مردم هست همه اینها از فساد حاکم در دالان های حکومت سرچشمه میگیرد و چنانه که گفتم وقتی که محور فعالیت های نوالنی فساد هست و در روسیه جنب جوش آورده است حتما این به تاجیکستان هم تاثیر خواهد رساند. از طرف دیگر و مسئله چهارم یعنی شما میدونید که حکومت تاجیکستان هم مثل حکومت روسیه یعنی مخالف سیاسی دارد، اما هم فضا و هم این یعنی مخالفت ها فرق میکنند، هم طرز سرکوب ها فرق میکنند و هم طرز فعالیت های مخالفین با وجود شباهت ها فرق میکنند. اما کاری که نوالنی کرد حتما نوالنی و طرفدارانش کردن حتما به مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان تاثیر خواهد رساند. همین مسئله رو رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری در وب‌های شخصیش در یوتیوب ضمن یک برآمد خاصش در مورد همین موضوع خیلی که گفتم به تحلیل و بررسی کشیده بود با این نام: بازگشت نوالنی زید سعیدی و چرا من بر نگشتم. خب محیدین کبیری در بازگشت نوالنی رو به روسیه آگاهانه و برنامه ریخته شده میدونند. او چنین میگوید که من دقیقاً میخوانم بازگشت نوالنی نه تنها یک اقدام آگاهانه بود بلکه درست هم بود، زیرا وضعیت بین المللی و حتی داخلی روسیه کاملا به نفع نوالنی و بر ضرر پوتین است. خب در اینجا رهبر پیمان ملی تاجیکستان معتقد است که روسیه با وجود یک کشور دیکتاتوری بودنش به حد کشورهای آسیایی دیکتاتوری نیست که در آنجا حتی یک رسانه نیمه مستقل وجود نداشته باشد. خب در ادامه صحبتش
رهبر پیمان ملی تاجیکستان بازگشت نوالنی را با بازگشت زید سعید تاجوری معروف و رئیس حزب سیاسی یعنی ثبت نام نشده تاجیکستان آزاد و همچنین خودش که در این شرایط قرار گرفته بود مقایسه میکند و از تفاوت‌های یعنی تفاوت‌ها و شرایط و فضای روسیه و تاجیکستان میگوید که چگونه زید سعید با وجود وعده‌ها برگشت و رفت در تاجیکستان امروز یعنی در زندان و بعد مدتی طولانی از طرف حکومت تاجیکستان زندانی شد. خب در پایان صحبتش رهبر پیمان ملی تاجیکستان چنین نتیجه گیری میکند که در شرایط آسیای مرکزی بخصوص در تاجیکستان مبارزه از خارج برای اصلاح وضع در این شب و روز بهتر است. اما او میگوید این به معنای آن نیست که مبارزه یک عمر در خارج از کشور باشد و ادامه میدهد که 100% مبارزه باید به داخل کشور برگردند و تغییرات را از داخل انجام بدهند. خب به هر حال ما خیلی که دیدیم با وجودی که فضای داخلی تاجیکستان یعنی فضای یک رکود و یک شهر مرده را میماند، اما رسانه‌های هستند که این حادثه ها را به تحلیل بررسی میکشند و درباره این حادثه ها خبر و مطلب نشر میکنند که البته انگشتبارند. با وجود این ما میبینیم که یک جنب و جوش و حرکت در فضای رسانه‌ای کشور دیده می شود. با همین برنامه امروز ما به پایان رسید. شما را تا برنامه دیگر در پناه خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهبان و مددگارتون بود.